سلام و درود به شما هموطنان عزیز. امیدوار هستم صحت و سلامت باشید و هیچگاه دردسر را نبینید. با شما هستم دکتر محمد اقبال رشتی و در این موضوع در رابطه با بیماری گیمرید میخواستم صحبت مختصری داشته باشم، زیرا اکثر زنگ‌های تلفنی ما در رابطه با همین بیماری گیمرید است. چه کسی میتواند فهمید که آیا گیمرید شده است یا نه و گیمرید چگونه علامت‌ها را داشته میتواند؟ خوب توجه کنید برادران، واقعا گیمرید یکی از بیماری‌های خطرناکترین بوده. اگر سری وقت بابت گرفتن نشود انسان را به دیگر بیماری‌های بد برده می‌رساند. و علامت‌های گیمرید اینهایند: به اختیار زود پیدا شدن دردسر، محکم شدن راه‌های نفس. وقتی که شما نفس میکشید بینی شما محکم است. اگر از طرف چپ بیشتر زرداب گرفته باشد طرف چپ محکم میشود، یا که طرف راست اگر بیشتر زرداب گرفته باشد طرف راست محکم میشود. اگر هر دو طرف زرداب گرفته باشد هر دو سمت راه نفس محکم می شود که نفس کشی دشوار می شود و شما زود زکام می شود، گریپ می شود. وقتی سرتان خم میکنید در حالت گریپ در وقت نمازخوانی احساس میکنید که یک کوه و یک باری سنگین، یک دردی جانکاه در پیشانی شما آویزان است. یعنی اینها است علامت های گیمرید. هر کسی که اگر همین گونه علامت ها را در خود احساس میکنه باید حتما مراجعت کنه برای تبابت کردن گیمرید. شرکت زیارتشاپ با حجامه و داروهای گیاهی از جمله تبابت گیمری در شهر مسکو در خدمت شما است. شما می توانید خود حاضر فرمایش دهید تمام داروهای گیاهی با تمام شهرهای روسیه و تاجیکستان. برای معلومات بیشتر بر رقم‌هایی که در روی نوار است مراجعه نمایید. زیارتشاپ، طبیعت تبابت است.